50 کیلومتر آن طرفتر از پایتخت به دنبال تنها بازمانده عهد قجر در روستاهایی که خانه‌های خشتی آن چشم نواز است. ببخشید خونه بیبی گلنار کجاست؟ یه خورده جلوتر خیابان مسجد، بعد کوچه شقایق، درب دوم سمت چپ. وقتی به خانه‌اش رسیدیم با تعجب دیدیم که بعد از یک قرن زندگی همچنان به کار دامداریش مشغول است. بیبی گلنار ما را دعوت به خانه کوچک اما با صفایش کرد. خیلی خوشم بفرمایید. بیبی الان تو این شناسنامه‌ات 1269 نوشته. یعنی چند سالته بیبی؟ 127 سال. پیر نشدی بیبی؟ نه اگه پیر شده باشم نمیتونم قدم را برم. چرا پیر شدم؟ حاصل عمر پربرکتش هم نوه ها و نتیجه هایی است که حتی شمارشش هم از دستش در رفته. نوه بخوای حساب کنی 50 تا 60 تا. نوه ها و نتیجه هایی که اومدنشون به خونه بیبی گلنار فقط یک شرط داره. موبایلتون رو بذاریم واردتون بفرمایید. سلام. بیبی گلنار از عشایر شیرازه که بیش از 100 سال تو این روستا سکونت داره. گفتم خدا تو گردنم نزنه. چطور خوبه که بارش پنبه باشه، جیبون خوبه که لبش پرخنده باشه. از اشغال و قحطی